خراب شدن دستگاه قند میتونه کلا از 2 مشکل باشه. دیگه وقتی دستگاه قندت خراب میشه، پا نشو با خودت ببری تجهیزات پزشکی یا داروخونه. خودت تلاش کن و درستش کن. دستگاه قندو یا باتری نیم قلمی میخورن یا باتری سکه‌ای. الان این دستگاه قند دیابانی که ما داریم 2 باتری سکه‌ای میخوره. اگه دیدی روشن نمیشه، نوار رو وقتی میذاری داخلش و این روشن نمیشه، باتریاشو عوض کن. حالا اگه باتری نیم قلمی میخوره، برو باتری نیم قلم بخر عوض کن، یا اگه باتری سکه‌ای میخوره، باتریاشو عوض کن. اگه باز هم دیدی کار نکرد، بیا نوارش رو چک کن، بسته نوارش رو نگاه کن، یه تاریخ انقضایی نوشته روی بسته نوارش. اگه از اون تاریخ انقضا گذشته باشه، دیگه نوار تو قابل مصرف نیستش. بعضیا نمیدونستن، خیلیا میان اینجا و به من میگن که من نمیدونستم اصلا نوار قندها هم تاریخ انقضا دارن، در حالی که نوار قندها هم تاریخ انقضا دارن. بعضیاشون تا 6 ماه جواب میدن، بعضیاشون تا 1 سال، بعضیاشون هم روشون تاریخ انقضاشون رو نوشته. اگه دیدی باتری رو انداختی بازم دستگاه روشن نشد، نوارش رو عوض کن.